جناب مهندس ممنون از زحماتتون. اگه سوالی هست من بپردازم، اگه نیست یه مروری کنم بر فناوری‌هایی که میچیو کاکو توی این فصل گفته. بله حتما. البته دوستان سوالات زیادی رو مطرح کردن امروز همچنان، ولی خب دوست دارم که سوالات چون حالت یه پکیج یک برنامه داشته باشن برای خودشون توی همون روز مشخص، بگم سوالا رو همونجا مطرح کنیم بهتر باشه و اینکه جنبندی شما رو در آخر فصل الان داشته باشیم خیلی بهتر و مفیدتر میشه اینجوری. سلامت باشید. من میخوام این فصل نو فصلیه که میچیو کاکو اینجا تو آخر این بخش 2 کتاب گذاشته، چیزایی که براش هیجان انگیز بوده، جالب و جذاب بوده، اون موقع جدید بوده گفته. سرنوشتشون رو من بگم فقط. خب اولیش جی پی اس بود که توضیح دادم، بعد راجع به آشکارسازهای امواج گرانشی توضیح داده. اون موقع این آشکارسازه داره ساخته میشه، میچیو کاکو هم میره با مهندسا و مدیراش و اینا مصاحبه میکنه، این فصل رو میذاره اینجا که ما اطلاعات بده. ولی الان بعد 15 سال این دستگاه ساخته شد، آپگرید هم شد. اینجا میگه حالا آپگرید بشه چه خوب میشه، اینا آپگرید هم شد، یعنی به روز رسانی شد، خرجش کردن، بعد به کار افتاد و اینجا پیشبینی هایی که میکنه کاملا درست در میاد. اینجا میگه الان این ضعیفه، یکم پول باید خرجش کنیم که چیزایی به دست بیاره. خوشبختانه این کارم صورت گرفت و نتایجش به دست اومد و همونجوری که میدونید امواج گرانشی کشف شدن و جایزه نوبل گرفتن و کلی هم کیف کردیم. 2-3 سالم انقدر کمیته نوبل هول بود، زود بهشون جایزه نوبل داد. کمیته نوبل خیلی خوب آبرو داره دیگه. 1-2 بار تو قرن 20 اشتباه کرده بود، تو فیزیک نه ها، یکی توی زیست شناسیه دیگه. از اون موقع به بعد پشت دستشون رو داغ کرده بودن، سری ندیم، بذارین یه 5 سال 10 سال اینا بگذره دیگه مطمئن بشیم یه دفعه یکی جایزه نوبل ندیم 5 سال بعدش معلوم شه اشتباه کردیم. ولی یه مشکلی داشت، مشکل اینه که نوبل رو به زنده ها میدن. خب اگه بذاریم بگذره یهو میبینید دانشمندی که اینقدر تلاش کرده، مثلا 30 سال زحمت کشیده، پیرمردیه، بهش ندیم فوت میکنه دیگه. مثل همین بلایی که سر هاوکینگ اومد دیگه. هاوکینگ 2 سال بیشتر عمر کرده بود نوبل میگرفت، یکم تعلل کرد تو واسه سیاه‌چاله‌ها. خب تو امواج گرانشی دادن، بعد که دادن اینو براتون بگم خوبه، 2 سال مثل سیر و سرکه دلمون میجوشید. یه چیزی پیدا کرده بودن، گفتن این ادغام 2 سیاه‌چاله است، امواج گرانشی رو گرفتیم. بعد میرفتی بهشون میگفتی خب شواهدتون کو؟ شواهدشون یه سیگنالی به شما نشون میدادن، کاش که تخته بود اینجا میکشیدم واسهتون. سیگناله نسبت به نویز اصلا عددی نبود، یه سیگنال خیلی عجیب غریب نشون میدادن، بعد یه ذره ازش در آوردیم این سیگنال مربوط به ادغام سیاه‌چاله ها رو. اصلا آدم بلافاصله شک میکنه نکنه خودتون در آوردین از توش، اون شکلی نیست اصلا. خب حالا نه ما نویز رو حذف کردیم، ما نکنه ساختگیه، نرم افزاریه، نکنه نرم افزار اونجوری که دلتون، یعنی سوگیریتون چقدر بوده. خلاصه یه 2 سالی همه دانشمندای خودمونم، فیزیکدانای خودمونم روش کار کردن، به کوب کار کردن، باید نتایجتون رو دوباره بسازیم. حالا نوبل هم برداشت دادن بهشون، کار سخت‌تر شد دیگه، یعنی هیچکی دل و دماغ نداشت ولی خب مجبور بودن کار کنن. با این حال اونا هم نرم افزاراشون رو نمیدادن، میگفتن که پیچیده و خلاصه یه مقدار درگیر بودن تا بالاخره این گرد و غبارا فرو نشست، قبول کردیم. الان به سرعت مدام دارن پدیده های کیهانی و که مدل ایجاد امواج گرانشی میتونه تمام کیهان رو
میلیاردها سال رو طی میکنه و میرسه به کره زمین و این دستگاه که دو تا لوله خیلی بلند عمود بر همه اینا رو جذب میکنه. این وضعیت روزشه. پس چیزایی که میچیو کاکو به عنوان آشکارساز امواج گرانشی لیگو اینجا توضیح میده به وقوع پیوست، کشفشون هم انجام داد و جایزه نوبل هم گرفت، دستشون درد نکنه. بعدش هم چیه؟ بعدش هم اینه که یه نمونهشو تو فضا بسازن که اون دیگه یه نسل جدیدی از کیهان شناسی رو ایجاد خواهد کرد. ما تا الان فقط با نور کار کردیم، اینا یه چیزی فراتر از نوره و بنابراین یک به جنبه جدیدی از جهان رو به ما نشون خواهد داد. امواج گرانشی انگار که یه چشم جدیدی به تدریج داریم باز میکنیم به کیهان، چشمی که هیچ وقت تا حالا نداشتیم و امیدواریم این چشم دقیق‌تر که میشه چیزهایی رو ببینه که هیچ وقت تا حالا فرصت دیدنش رو نداشتیم. میپردازیم به بله آشکارساز موج گرانشی لیزا همینه که توی فضا قراره بره، دارن کار میکنن، ماهواره های ابتداییشو فرستادن، الان پیشرفت کرده، امیدواریم بهش. بعد حلقه ها و عدسی های انیشتن رو توضیح دادیم. بعد ماده تاریک هم که توضیح دادیم که اینا رو همه رو اینجا جمع کرده میچیو کاکو. میگه هر کدوم از اینا کاندیده اینن که نشون بدن نظریه ابرریسمانا درسته و اگه نظریه ابرریسمانا اون ورژن سال 2005ش هر کدوم از ورژناش درست بود، یعنی ما یه 11 تا بود داریم. اون وقت دیگه فیزیک وارد یه فضای هیجان انگیزی میشد و همین خاطر فصل رو گذاشته در جستجوی شواهدی از بعد 11. یعنی نظریه ریسمان ها اگه تایید میشد بعد ما بعد 11 پس داریم، ریاضیاتمون اینو دیگه میگفت و کلی خوشحال میشدیم، ولی تا الان به دست نیومده این شواهد. بعد نقشه بردارای آسمون رو توضیح میده که چند تا مختلف تو این 15-20 سال رفتن و نقشه های خیلی خوبی داریم. قبلا توضیح دادم نقشه برداری آسمون دیگه خودکار شده، رباتیک شده و در حجم بزرگ کهکشان‌ها و ستاره‌ها رو تلسکوپ‌های رباتیک رصد میکنن، فاصله شون رو اندازه گیری میکنن، پروفایل طیفیشون رو برامون خودشون درست میکنن و اون زندگی هابل رو که نگاه میکنیم چقدر زحمت کشید تا اینکه فهمید کهکشان‌ها دارن از ما دور میشن، یه کار طاقت فرسایی انجام داد. الان دیگه ساده تر شده و ربات‌ها برای ما کارش رو انجام میدن. دانشمندا فکرشون رو یعنی انرژیشون رو صرف کارهای دیگه ای میکنن. جبران سازی تغییرات دمایی هم یه روش بهبود وضعیت تلسکوپاست، ازش میگذرم. آرایه‌های تلسکوپ‌های رادیویی هم همینطور. اینا همه فناوری‌هایی هستن که داره سال 2005 میاد، الان ما دیگه باهاشون کاملا آشناییم. کسایی که رصد میکنن یا کارهای تلسکوپ‌ها رو پیگیری میکنن میدونن که دیگه الان از تلسکوپ یه نور لیزر رفته بالا، این اغتشاشات جوی رو اندازه‌گیری میکنه، فرم آینه رو لحظه‌ای تغییر میده تا اون اغتشاشات جوی حذف بشن و تصویرهای خیلی خیلی واضح‌تری به دست اومده. تلسکوپ‌های رادیویی هم که از اون موقع تا الان تلسکوپ‌های رادیویی نه تنها بزرگتر شدن، شبکه‌شون بزرگتر شد، بالاخره شدن قد کره زمین. هممون میدونیم تلسکوپ‌های رادیویی نقاط مختلف زمین به هم وصل شدن و یه تلسکوپ رادیویی ساختیم که قد کره زمینه. باهاش چیکار کردیم؟ اون سیاه‌چاله رو عکس گرفتیم که عکسش اومد 2-3 سال پیش، چقدر خوشگل بود. اون فقط با تلسکوپ رادیویی خیلی خیلی بزرگ امکان پذیر بود یه چنین قدرت تفکیکی که به دست آوردیم و اون عکس اومد و اون داره همچنان کار میکنه. عکس‌های خیلی خوشگلتری هر در پیش رو خواهیم داشت که از سیاه‌چاله مرکزی کهکشان خودمون و بقیه کهکشان‌ها، اونا هم به اندازه جیمز وب هیجان انگیزن، باید اخبارشو پیگیری کنیم. بعد به اندازه‌گیری بعد 11 از نظر گرانشی
میپردازه که میگه اگه ما بعد 11 باشه، وقتی گرانش رو توی ابعاد خیلی ریز اندازه گیری میکنیم باید از قوانین نیوتن انحراف داشته باشه و اندازه‌گیری گرانش تو ابعاد خیلی کم کار بسیار سختیه، چون گرانش نیروی ضعیفیه توی فاصله های باید مقادیر زیادی جرم باشه و اینا نجومی باید باشن تا بشه گرانش اندازه‌گیری کرد. تو فواصل کم و تو آزمایشگاه کار سختیه. توضیح داده که این کار رو سخت و دانشمندا دارن انجام میدن، ولی اینم به نتیجه نرسید نهایتاً که ما بفهمیم که ابعاد تو ریز مقیاس این 4 تا بعد بیشتره. اگه 4 تا بعد بیشتر بود، گرانش تو ریز مقیاس که اندازه گیری میکردین انحراف داشت، ولی هنوز چنین انحرافی به دست نیومده. بعدش هم میپردازه به این LHC. اون موقع 2005 هیجان زده است جامعه علمی، ما داریم پول میذاریم بشریت. حالا خانم بدیعی میگن که اونا، ولی پاسکاری علمی تو تاریخ خیلی زیاد بوده، خیلی موقع بوده ما به اونا دانش و فناوری دادیم، بلد نبودن ما دادیم. خیلی چیزا من فهرست میتونم واسهتون بکنم، هر موقع خواستی یادتون بیفته قناتو اول فهرست بذارید. موقعی که اونا توی قرون وسطا دارن دست و پا میزنن تاریخ جهانگرداشون، ببینید چه کشور شسته رفته تر و تمیزی از ما تصویر میکنن. تو جامعه همه چی سر جاشه، آفتاب میزنه، همه چی برق میزنه، اقتصاد سر جاشه، هر چی میخواد تولید میکنه، دینش سر جاشه، حکومتش. اصلا منظورم اینه که میتونیم بگیم داریم پیشرفت علمی میکنیم، آره مال کسی نیست. الان اونا جلو دارن، ما هم سهم خودمون رو خواهیم داد دیگه. خلاص LHC ساخته شد تا اونجایی که به نظریه ریسمان ها مربوط میشد به نتیجه نرسید. یعنی نتونست. اینجا توضیح میده که اگه این LHC قوی بشه ما بتونیم به اون انرژی برسیم، شاید ذرات S رو بتونیم پیدا کنیم، یعنی دوقلوهای ذراتی که اینجا توضیح داده. خب به کتاب مراجعه کنید، ولی اونا پیدا نشدن متاسفانه، با کمال تاسف میشن ولی نشدن. بعدم یه گریزی میزنه به شتاب دهنده‌های رومیزی. الان بحث روزمون هم هست. خب LHC پولم خرجش کردیم، انرژیش رفت بالا، این ذراتی که باید باشه نبود. آیا یه ذره دیگه ببریم انرژیشو بالا؟ الان دوباره کاسه دست دانشمنداست. بحث روزه. یه کم چند میلیارد دلار دیگه بدیم، ما یه ذره اینو قوی تر کنیم، بریم بالاتر، شاید یه سری ذرات دیگه رو پیدا کنیم. حالا الان ما هم میتونیم توش مشارکت کنیم، واقعا نظر بدیم، بریم بخونیم ببینیم چیه. دوستایی که علاقه‌مندن ببینن که به نظر شما ما بیایم 1 میلیارد دلار بدیم به یه پروژه، یا بیایم مثلا 10 تا 100 میلیون دلار بدیم به 10 تا پروژه، کدوم عاقلانه است؟ این کاریه که با بحث و گفتگو و مشاوره و مشورت جهانی و ابراز نظر، بررسی جنبه‌های مختلفش به نتیجه میرسه و بحث روزه. اینجا شتاب دهنده‌های رومیزی میگه اون موقع 15 سال پیش میگفت نسل بعدی دیگه لازم نیست تونل بکنیم و اینا، دستگاه‌های خیلی لیزری رومیزی میتونن ذرات رو به اون انرژیایی که ما میخوایم برسونن. ولی باز ما امروز تو سال 2022 خبری از اینا نداریم که موفق شده باشن با پرتوهای لیزر و موجهای پلاسمایی پروتونا و نوترونا و ذرات رو به اون انرژی که توی تونل های طولانی میگیرن برسونن. و بالاخره آینده هم که گفتم، آقای برایان گرین 5 مورد گفته بود، هیچ کدوم نشد. و اینکه میچیو کاکو فکر میکرده که با ریاضیات ما میتونیم با ریاضیات خالص بفهمیم. من به نظرم سال 2005 هم آقای پروفسور کاکو خیلی بیش از حد خوشبین بوده. چه برسه به الان که ما دیگه فکر نمی کنیم با
تفکر خالص، چه حالا ریاضیاتی چه فلسفی، شما بتونید چیزی از جهان بفهمید. حتما نیاز به دستگاه‌های اندازه‌گیری و مراجعه به طبیعت داریم. برای فهم طبیعت جهان و انسان باید به طبیعت مراجعه کرد، نه به حرف و سخن و فلسفه بافی و اینا. بله بسیار عالی. ممنونم بابت این جمع‌بندی خیلی خوبتون، کامل همه رو توضیح دادین. البته دوستان اشاره میکنن به اون تیکه هایی که شما انداختید در رابطه با علم. من شخصا فکر میکنم که علم مرزبندی تقریبا نمیشناسه در تمام دنیا. به هر حال اگر از علم چیزی کشف شده باشه مربوط به همه مرزها و آدم هاست و اینها با هم به اشتراک گذاشته میشه. خوبی علم اینه که تقریبا خیلی با مرزبندی ها پیش نمیره و دستاورداش رو همه میتونن استفاده کنن و برای همه قابل استفاده است. خیلی ممنونم بابت همه توضیحاتی که دادین.